توسط البته صحیفه شبکه فوتبال در یوتیوب. خب بیاید بیننده عزیز توجه میکنیم به هیئت دسته ها و ضربه کنجی با اشتراک بازیگران تیم استقلال. پرتاب جریمه گل و بسیار امکانیات خوب استرافشان مارادونا سفارف. پرتاب جریمه گل، فرصت برای دومین حمله دسته استرافشان. امکانیت هست برای فوتبالبازان دسته استرافشان و دنیس کابلینوف دروازه‌بان. پرتاب از جانب سعید چوبوزورف، ضربه با سر و چگونه امکانیت باشن دیمیترو بیلاناک. امکانیت برای دسته استقلال، ضربه و دوستانه با هیئت تیم ملی شامل شده بودن. حالا توجه میکنیم به ادامه حمله فوتبالبازان دسته استرافشان. توپ از میدان بیرون شده است و خیلی امکانیت خوب بود. خیلی پرتاب خوب هم گویم خطا نمیشود به کنار میدان. محمد جان رحیموف، ضربه او و دروازه‌بان دلشاد دادابویف. حالا باز یک امکانیت خوب برای فوتبالبازان دسته استرافشان، ضربه دنیس کابلینوف. پرتاب خیلی بلند، فرصت برای استقلال و گل. دقیقه 45 رقابت و اینک محمد جان رحیموف موفق می شود به زدن گل. خیلی پرتابی عالی. محمد جان رحیموف هم در یک وضعیت خوب قرار گرفت و توپ به کنار میدان. حالا امکانیت بسیار خوب برای استقلال و گل دوم. اینک ببینید دو گل دسته استقلال در دقیقه ایلاوگی زده شد. دقیقه 46 و اینک دقیقه 48. دلیر شریفوف موفق می شود. ببینید ضربه دلیر بوزورف این وضعیت رو برطرف میکنه. دروازه‌بان دنیس کابلینوف و پیش برآمد و این وضعیت رو برطرف نمود. ادامه حمله دسته استرافشان و چگونه فرصت بود. محمد جان رحیموف، خسرو طاهیرов توپ رو گرفت و پرتاب او ضربه هم به اجرا میشوند و هنرنمای بازیگر رقم 77 این دفعه میگذارد از فوتبالبازان دسته استرافشان، ضربه میزند. امکانیت برای دسته استقلال. محمد جان رحیموف، ارسال توپ با دلیر شریفوف، ضربه اجرا میشود واسه محمد جان رحیموف. پرتاب انجام میشود و گل. و گل از دوستان عزیز. این چی خطا بود از سوی دروازه‌بان دسته برای دسته استرافشان. اینجا کابلینوف کنج دروازه رو هم محکم کرد، هم توپ با یک رسیش به او وارد دروازه شد. الکی اومد 3 دقیقه سپری شد. یک دقیقه دیگر هم 94 و نک صدای اشتراک داور رستم نورماتوف. انجام بازی دسته های استرافشان استقلال. دوستان عزیز گزارش مستقیم با انجام میرسد از بازی دسته استرافشان استقلال. تو گزارش های من بعدم صحتمند و پیروز باشید. خیر.